حامد و مصلی و بعد سرپرست وزارت امور داخله با هیئت بلندپایه علمای جهان اسلام در کابل دیدار نمود. جناب سرپرست وزارت امور داخله الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی ضمن ابراز خوش آمدید به هیئت متذکره سفر آنها را نقطه خوب اتصال و اتحاد با جهان اسلام بیان کرد. جناب خلیفه صاحب ضمن همدردی با مردم فلسطین و اتحاف دعا به روح شهدای آنان عملکرد ظالمانه اشغالگران صهیونیستی بالای ملت فلسطین را محکوم کرد. وی همکاری مردم افغانستان با فلسطین را افتخار بزرگی خواند و مجاهده مردم فلسطین را امیدواری و نوید خوبی برای آزادی کشورشان خواند ان شاء الله. جناب سرپرست وزارت امور داخله با اشاره به کارکرد 2 ساله امارت اسلامی گفت که امارت اسلامی افغانستان در 2 سال گذشته در زمینه‌های مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین، مبارزه با فساد در قسمت تأمین امنیت سرتاسری و همچنان ثبات و پیشرفت اقتصادی دستاوردهای خوبی داشته است. جناب دکتر علی قرداغی به نمایندگی از هیئت علما ضمن یادآوری از مجاهده مردم با نجابت افغانستان برای آزادی کشور از اشغالگران گفت این موفقیت مشعله راه و دستاورد تاریخی برای مسلمانان جهان اسلام است و از نتیجه رهبری و سیاست سالم علما و مسئولین امارت اسلامی است. در همین حال جناب شیخ دکتر نواف تکروری رئیس هیئت علمای فلسطین با اشاره به اینکه ملت‌های مظلوم دنیا از مبارزات و مجاهده و کامیابی‌های 20 ساله افغان‌ها الهام می‌گیرند و گفت که مجاهده مردم فلسطین نیز در مقابل اشغالگران صهیونی ادامه دارد و حمایت و دفاع از ملت مظلوم مسلمان نیز مسئولیت همه مسلمین جهان اسلام میباشد.